سردار شهید هاشم اعتمادی، محل تولد 1341 سپیدان. مسئولیت فرمانده تیپ مستقل 35 امام حسن علیه السلام. تاریخ شهادت 25 دی ماه 1365. محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5. بعد از اقامه نماز صبح زیارت عاشورا رو خوند و بعد به سجده رفت. هاشم سر از سجده برداشت و پدرش رو روبروی خودش دید. پدر نزدیکتر رفت. نگاه رو در نگاه او گره زد و آهسته گفت: هر کاری که صلاحه بکن. دلت میخواد بری جبهه، برو. اوایل بامداد 4مین روز عملیات کربلای 5 در حال پیشروی در مسیر مناطق پاکسازی شده، منتهی به اروند، ناگهان در نقطه‌ای از منطقه درگیری به وجود میاد که لحظه به لحظه گستردگی بیشتری پیدا میکنه. ناگهان چیزی در تاریکی شب میدرخشه و لحظه‌ای بعد قررش گوشخراش تیرباری سکوت شب رو میشکنه و در پی اون قامت راست و استوار هاشم نقش بر زمین میشه. کمی بعد شهید مجید سپاسی با گروهی آرپیجی زن و تیربارچی به محل برمیگرده، اما با پیکر غرق به خون صمیمی‌ترین دوست و همرزمش هاشم اعتمادی مواجه میشه که مطابق اون رویای صادقانه تیری بر چشم راست و تیری هم بر بازوی راست او بوسه زده بود.